بچه‌ها بین این همه خفن یه خفن دیگه واسهتون آوردم. کالکتر اساسینز کرید شادو واسه نسخه PS5. قیمت حدودیش روی 50 میلیون تومان 47 میلیون تومانه. حالا تیکه تیکه جلو همه رو دونه دونه باز می‌کنیم بهتون نشون میدم. اولین آنباکس توی ایرانه. حالا من نمیدونم همکار دیگه گذاشتن یا نه، ولی بکنم اولین آنباکس این کالکتر توی ایران واسه فروشگاه. که گفتم فکر می‌کنم اولین نفر یا اولین فروشگاه باشیم که توی ایران قراره کالکتر رو واسهتون آنباکس کنیم. اولین چیزی که بهتون بگم اگه یادتون باشه، من همون اولش هم گفتم قراره توی یوتیوب فقط چیزایی که جدید میاد واسهتون آنباکس کنیم و به قیمت پایینتر همون رو بفروشیم بهتون. حالا اولین آنباکس هم میره روی کاراکتر اساسینز کرید شادو. مبلغش بودن 50 میلیون. خب اولین چیزی که نظر منو جلب میکنه یا نظر مخاطبو جلب میکنه این سی دیه که در اختیار ما گذاشته. یه سی دی آکبند خود بازی که بالاش هم حالا روی سی دی های دیگه حالا ما فروختیم مثلا همچین چیزی ننوشته که نوشته یوبی سافت اورجینال این داستانا. کاری نداریم. یه دونه سی دی آکبند که شما میتونید خودت بازی کنیم. و دومین وای جزئیات کارو ببین. تو زومه اوکیه؟ جزئیات کارو ببین. بچه‌ها این استیل بوک اساسینسه. بسم الله. دو تا شخصیت رو گذاشته روی خود قاب فلزیه. بازش هم میکنیم. اصلا کار واقعا کار خفنه. واقعا کار خفنه. الان این استیل بوک رو هیچی نفروشن جداگونه. اگه حالا بیاد تو بازار ایران بالای 5-6 میلیون فقط خالیشه. یه دونه کتابچه هنری یا حالات حالا آرت بوک هم میشه گفت که تصاویر حالا بازی رو توی اینجا گذاشتن در مورد حالا ژاپن و این داستانا. کتابچه خیلی خفن در مورد سلاح‌ها، طبیعت، یه سری حیوانات و اینا رو گذاشتن داخلش. حالت چرمیه. اینجاش برجستگی گلد رو زدن. بریم یه چیزی داره که خیلی باحاله. من خیلی خودم خوشم اومد. فکر کنم اسمش توماره. فکر میکنم نه به اینا میگن تومار، درسته؟ تصویر هست کامل. یه حالت تومار مثلا اینو حالا تو دوره ژاپن سامورایی مثلا روی چرم فکر کنم میکشیدن. حالت پارچه‌ایه. حالا اینم میبندیم و یه مرحله دیگه بچه‌ها فکر کنم دیگه میرسیم به مپ بازی. یوبیسافت عزیز زحمت کشیده یه دونه مپ بازی رو واسه ما گذاشته توی کالکتور که نقشه خود بازی حالا شهروندها که مثلا مثال فکر میکنم و که اگه اشتباه نکنم مثلا یکی از حیوان لژندایی که توی بازی هستش حالا یه سری آیتما رو به شما بخواد بده فکر میکنم مثلا یه ماهی حالا از این کویفیشه نمیدونم مارمایه گربه ماهی چیزی از این حیوانات لژنده که باید بکشید مثلا تو اینجا میتونید پیدا کنید. شهر و منطقه رو واسه شما گذاشته. پشتش هم که یه دونه حالا عکس تصویر یه منظره است که انگار خون ریخته شده روش، خراب شده. واقعا بازیکن روح و روان خیلی خوب بلده. میرسیم به این پاکت. بازش کنیم ببینیم چیه. یه دونه عکس شمشیر کاتاناه کنم ناوشینوبی. این هم اون یکی شخصیته. نمیدونم داستانش راستیتش این چی اصلا سر در نمیارم. و برسیم به آقا این به گفته خیلی از دوستان میگه که این حالت غلاف شمشیره. این که میذاری جلو کیپ میشه بسته میشه. وزن خیلی سنگینی هم داره. فکر کنم 300-400 گرم باشه. حالت آهنی طوره. واقعا کاراکتر خیلی خفنی داره. یه چیز دیگه هم هستش. اینم فکر میکنم حالت استند مثلا گیره شمشیر روی میزی باشه، روی یه چیزی. نمیدونم راستش به خودمون ژاپنی ماپانی نیستیم ولی حالا ما داریم دونه دونه نگاه میکنیم ببینیم چیا داره و میرسیم به یکی از مراحل خفن کار. چقدر محتویات داره واقعا. خودم خدایی دارم حال میکنم با این آنباکس. کارو بگیر.
اینم که دیگه رسیدیم به نتیجه کارو بگیر. واقعا چیز خیلی خیلی خفنیه، من خدایی دوست داشتم این کارو. یعنی کسی که میخره 40 میلیون 50 میلیون تومان ارزش این کارو داره. یعنی هر جایی من نگاه میکنم چیز واقعا خفنیه. ارزش داره به نظر شما؟ حدود 50 میلیون یه اکشن فیگور 40 سانتی.